سلام بچه ها، بریم یه ویدیو بهتون نشون بدم. حتما قبلش هم لایک و ساب بزنید. بچه ها میخوام گوشی رو بدم دست پسر خالم که میگه من بازیم خوبه. اگه 7 تا کیل گرفت من عکسمو لو نمیدم، ولی اگه 7 تا کیل نگرفت من عکسمو میذارم آخر ویدیو. حتما هم لایک و ساب بزنید. لیتس گو. بچه ها اینجا دیل پیدا کرد، اومد یه چند نفر رو بزنه. نگاه کنید، اینو اولی فکر کنم بزنه. حالا میبینید بچه ها، من بعضی هاتون گفته بودن داخل کانال قبلی، گفت همین اینه، گفتن بتمن بیار داخل کالافت اینا. حالا منم یه داخل این ویدیو بتمن رو میارم. حالا اینجا 1 کیل گرفته. برو 70 کیلو بگیر، مگه شب میام تو خوابه؟ چرا عیو خوردی نوب سگ؟ خب آبرو اورا رو الان میبره، خب چرا باید عکسشو به خاطر تو نشون بده؟ بابا بالاخره اومدی پایین نوب سگ. اگه اینو زدی من دیگه نمیام داخل ویدیوها اورا. حالا این بخوری کی خوردی؟ نگاه، فکر کنم این از لش داره اینجوری بازی میکنه. من باید عکسمو به خاطر این نشون بدم. من نمیخوام مثلا عکسمو نشون ندم، ولی بازم این داره کارو میکنه که حتما نشون بدم. میگم چرا خوب بازی نمیکنی؟ میخوای اورا حتما عکسشو نشون بده. چقدر تو لج داری؟ بالاخره همین 3 تا کیل گرفتی به زور. من تو بازیم بهتره، من با اینکه بتمنم ولی بازیم تو بهتره. نگاه کن الان میاد میزند. خب با شاتگان بزن نوب سگ. نگاه خم شد، دراز کشیده، نمیتونی بزنیش نوب سگ. عجب تو نوبی. نگاه با چی میزند الان نوب سگ. بچه ها امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. بچه ها حتما این ویدیو رو لایک و ساب کنید. میگم به بتمن میگم بیاد تو خوابتون. بچه ها الان من عکسم رو بعد این حرفا میذارم. دمتون گرم اگه لایک کنید. حالا این عکس من